عزیز در این ویدیو فرمولای گران برای یافتن مساحت سکنجه اثبات میکنیم. دوستان عزیز یک چند راه اثباتی فرمولا، یکی راهش تریگونومتریسکی، برای دیگرش تئورم پیثاگور قطعی. چخالی که ما در ویدیو دیگری اثبات کردیم تئورم پیثاگورا، برای می کوشش میکنیم که تئورم پیثاگورا استفاده بریم. چیکار میکنیم؟ ما میدونیم مساحت سکنجه برابر با بلندی ضرب اساس تقسیم دو. h ضرب s تقسیم دو. وقتی که بلندی را هم موندیم، از مثلا ایرا اگر 3 اشتریخ اساسی بلندی را گیریم، از a تا 3 اشتریخ یگان d گیریم، باقی موندهش از 3 اشتریخ تا b را میشد 3 تری d. برای که در جمع برابری 3. اکنون دوستان عزیز ما چی میدونیم اینجا میدونیم که h kvadrat برابر b kvadrat تری d kvadrat موافق تئورم پیثاگور. اکنون باز ما میدونیم که h kvadrat برابر با a kvadrat تری 3 تری d در kvadrat. اکنون اینا اینجا d را میویم через abc میشد که a kvadrat تری 3 kvadrat جمعی 2d تری d kvadrat. اینجا d با d میرود. اکنون d برابر با b kvadrat تری a kvadrat جمعی 3 kvadrat تقسیم 2c. ما یافتیم d را. انا اکنون دوستانی عزیز چیکار میکنیم؟ h یافتن در کار. h باشد برابر با b kvadrat تری d kvadrat در زیر ریشه. اکنون ریشه b kvadrat تری b kvadrat تری a kvadrat تری جمع 3 kvadrat تقسیم 2c در kvadrat در زیر ریشه میشه. انا کنی اینا ساده کنیم، بعد h ضرب c میکنیم، مثلا میشه s برابر با h ضرب c تقسیم 2. اکنون این برابر با h ما b kvadrat تری با دو قوس تقسیم کنیم تقسیم 2c ضرب b جمعی b kvadrat تری a kvadrat جمعی c kvadrat تقسیم جمعی تقسیم 2c. اکنون ضربی بیاین c را در درونی ریشه بداریم c kvadrat تقسیم 4 میشه. ما را در درونی ریشه داریم. اکنون از اینجا می شود که ریشه 2bc طرح b kvadrat طرح c kvadrat جمع a kvadrat تقسیم 2c ضرب 2bc جمع b kvadrat جمع c kvadrat طرح a kvadrat تقسیم 2c ضرب c kvadrat تقسیم 4. این برابر است با ما میدونیم که اینجا ای فرمولای d ضرب مختصر قطعی a kvadrat طرح b طرح c kvadrat میشد.
تقسیم دو سه ضرب اینش باشد ب جمع سه در کوادرات در ا کوادرات تقسیم دو سه ضرب سه کوادرات تقسیم 4. این باشد برابر شد با ا طرح ب جمع سه ا جمع ب طرح سه اکنون ب جمع سه طرح ا ب جمع سه جمع ا. اکنون 2 ضرب 2 ضرب 4 میشد 16. 3 کوادرات با 3 کوادرات اختصار میکنه. اکنون دوستان من این برابر شد با ا جمع ب جمع سه تقسیم 2 ضرب ا جمع ب طرح سه تقسیم 2 ب جمع سه طرح ا تقسیم 2 سه جمع ا طرح ب تقسیم 2 و هر کمی اگر اینا پ گیره برابر با پ نیم پریمتر پ طرح سه پ طرح ا پ طرح ب. دوستان عزیز اگر سوالی دیگه داشته باشین میتونین در کامنت‌ها نویسین. سلامت باشین.